بازی اول گفتم که بسیار یک بازی شوق‌آور و تیزتونه که خیلی که خودی شما شاهد بودید هر دو دسته برای غلبه به میدان آمده بودند دسته مونیس در سفر با دسته روشن کلاب بازی کردن خیلی که شما چه مشکلی دارند به هر یک دسته که به این میدان میوارد میشوند با دسته روشن کلاب با مشکلات زیادی دچار می‌باشند دسته روشن کلاب بازی خوبی فوتبال میکنند برای همین گفتم که با ما امروز خیلی مشکل بود ولی نو بسته آمد با همه بازیگران دسته خودم رحمت کلام میگم که در این بازی یک غیرتی ناتکرار نشان داده بازی را با مساوی انجام داد. خب برای شما این بازی چی بود؟ یعنی از دست دادن دو گل یا که بعد از آوردن یک گل، یعنی که مهم چی بود در این بازی برای شما؟ یکم با فکر من تا حالا نشده است که کدام نخواهد که سه گل بگیره، لیکن در این میدان چه خیلی که من پیشتر قید کردم در این میدان از روشن کلاب یک گل گرفتنم این یک هنری بالای بچه‌ها هم دسته فوتبال میشه. تشکر بسیار. سلامت باشه بولباری ها. خودش بازی خوب بود از خود اول ما خیلی بازی خوب نشون دادیم مومنت بسیار داشتیم و مومنت رو استفاده نتونستیم بود. در آخر بازی شید که ما بعد دروازه خود ما گل سر دادیم ما بازی خود خواهیم خود ما نچ میکنیم. خب در پیش بازی ما در پیش بازی ما اولای پیش ما کوشش میکنیم بازی خوبی شما بتونیم در سر با صف پیش بریم.